طرح ساماندهی اتباع هست که در واقع داره مقررات و نظم میده به حضور اتباع در کشورمون. پیش بینی شده که اتباع وقتی میخوان در کشور ما بمونن کارتی براشون صادر میشه، کارت 1 ساله، 3 ساله و 5 ساله، کارت های موقت. و خب اینا در کمیسیون بحث شده و تقریبا نهایی شده. البته برای مدت اقامتشون فقط ما سالهای میتونستیم کارت تا 10 سال داشته باشیم که در کارگروه تا 5 سال تصویب شده. یک موضوعی که در کارگروه مونده اینه که پیشنهادی است که کسانی بتونن از این مزایا استفاده کنن از اتباع که 10 سال سابقه اقامت در کشور داشته باشن. این برای اینه که اتباع جدید نتونن بیان وارد کشور بشن و کارت بگیرن، چون ما میدونیم که افرادی که میان بعد از مدتی اینجا موندگار میشن و اصطلاحاً رسوب میکنن. برای که جلوی رسوب رو بگیریم این طرح هست که احتمالاً در کارگروه تصویب میشه و بعد میاد توی کمیسیون برای تصویب نهایی. بر این اساس اگر تصویب بشه ما افرادی رو که از قبل اومدن داخل کشور نیروی کارمون رو از اونها میگیریم و بعد از اون مازاد اونها که نتونن در واقع شرایط کارت های ما رو داشته باشن، شرایط کارت موقت و اسکان موقت رو داشته باشن، غیر مجاز محسوب میشن و باید از کشور مازادشون خارج بشن. اون میزانی که نیاز بهشون داریم که برای اقتصاد کشورمون و برای در واقع پیشرفت کشور نیاز بهشون داریم با توجه به مشاغل خاص، اونها میمونن و مابقی باید برن بیرون. در این طرح پیشبینی اطلس مشاغل شده، یعنی در واقع اتباع نمیتونن در هر شغلی که مایل هستن فعالیت کنن. مشاغلشون تو این اطلس تعیین شده که برای مشاغل خاص کار کنن. ضمن که در این طرح ما پیشبینی کردیم که نخبگانشون و نیروهای توانمندشون به صورت جداگانه باز از همین گروه بتونن تو کشور کارت بگیرن که ما در واقع نیروهای توانای اتباع از ایران اغلبشون خارج شدن، رفتن کشورهایی که بهشون امتیاز بهتری میدادن. اون رو هم ما تو این طرح پیش بینی کردیم که فقط نیروی کار ساده اینجا نیاد و نیروهای نخبهشون که مفید هستن برای کشورمون علاوه بر نیروهای ساده بتونن تو کشور بیان در حدی که نیاز کشور هست. ببینین اگر اونا همکاری بکنن القاعده بهتره برای خودشون دیگه، چون ما مصممیم که افرادی که بعد از این دارن میان یا از همین که خدمتتون گفتم اون به اصطلاح